خب امروز من داشتم اومدم اینجا یه سر بزنم به دوستای قدیمی و خیلی اتفاقی اینجا وایسادم. این علفای هرز رو دیدم و نگاهم به یه تیکه درخت بید افتاد. حالا اینا تو ایران درختای بیدی که توی صحرا هست، آویز میشه کنار آبا هستن، اینا هن. حالا ایران خیلی ها بهش میگن درخت بید آویز، خیلی اسمای دیگه داره، حالا من آلمانیشو نمیدونم، ولی خواستم این کلیپ آموزنده باشه برای کسی که حالا توی کار گل و گیاه هست و دوست داره کارهای قلمه‌ای انجام بده. حالا من این تیکه بیدو برداشتم میبرمش خونه و قلمه میزنم، ولی یه چیزی که خیلی